امروز یه اتفاق خیلی جالبی توی آموزشگاه افتاد که فکر میکنم تعریف کردنش برای شما هم خالی از لطف نباشه. توی آموزشگاه نشسته بودم و خب حالا داشتیم کارهای ثبت نامیامون رو انجام میدادیم. یه خانم حدوداً 56 7 ساله تشریف آوردن آموزشگاه. و خب در مورد کلاس زبانمون پرسیدن، در مورد که چه متدایی تدریس میشه، کتابا چی و خلاصه ما هم بهشون توضیح دادیم در مورد روش های تدریس و همه چیز اطلاعات کامل رو بهشون دادیم. بعد خب من ازشون پرسیدم که زبان آموزی که میخواین ثبت نام کنین چند سالشونه. خیلی بانمک لبخند ریزی زدن، گفتن که خب خودمم. برام خیلی جالب بود اینکه خب حالا مثلا یه خانم حدودا 56 7 ساله که خودشون هم مامانن هم مامان بزرگن، چی باعث میشه که تو این سن این خانم بخواد کلاس زبان ثبت نام کنه و بخواد زبان انگلیسی رو شروع کنه. برام خیلی جالب بود و خیلی دلم میخواد که شما هم بهم بگین که دلیل این که این خانم میخواسته کلاس زبان شرکت کنه و زبان انگلیسی رو شروع کنه چی میتونه باشه.